افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌ها در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خردرکان شیرین، شما قسم دویم افسانه جانان کوسه را از رادیو تاجیکستان میشنوید. پادشاه او را با عزت و اکرام پیشواز گرفت و به پهلویش شینانده گفت: تو را من سردار همه هنرمندان و کاسبان مملکت تعیین میکنم. پسر استاد ناصر قبول نکرده گفت: شاهم، در مملکتی که دزدی و دروغگویی و فریبگری اوج گرفته است و کسب و هنر خوار شده است، سردار هنرمندان چیکار کرده میتواند؟ اگر خواهید که هنرمندان و کاسبان تنج باشند و کسب و هنر رواج گیرد، همه بازارهای مملکت را به اختیار من گذارید. پادشاه بسیار فکر و خیال کرده عاقبت راضی شد. پسر استاد ناصر فرمود که گرداگرد بازارها دیوار بردارند، در صحن هر بازار کپانها سازند، در بازار جایها سرایها بنا کنند، قطار قطار دکانها سازند و پاسبان مانند. هرچی او خواست به اجرا رسید. پاسبانها دوستهای زیادی را دستگیر کرده به زندان انداختند. پسرک بازار را از جلابها و حناطها تازه کنانید. 2-3 سال نگذشته بازار جایها چنان آباد شدند که از بسیار مملکتها آمده به سرایها فرآمده خرید و فروش کرده می رفتند. نام پسر استاد ناصر کاسه‌گر عالم را گرفت. در یک مملکت همسایه پادشاهی بدفعل و بدکینه بود. آوازه ها به گوش وی هم رسید. پادشاه وزیران و ندیمانش را جمع کرده گفت: هر کس رفته پسر استاد ناصر کاسه‌گر را خواه زنده و خواه مرده پیش من بیارد، 10,000 طلا میگیرد. پادشاه یک وزیر زیرک و حیله‌گر داشت. خیسته تعظیم کرده گفت که این کار را من به گردن میگیرم. وزیر همان روز به مملکت همسایه روان شد. آمده چند وقت گشت، علاج کار را نیافت. پسر استاد ناصر بهوده و بیهوده در کوچه ها نمی گشت. آخر او را دستگیر کردن امکان نداشت. وزیر بسیار فکر و خیال کرده قرار داد که اگر مال و انجام بازارها را دزدیده نابود کند، پادشاه غضب کرده پسر استاد ناصر را از مملکت پیش می کند. انا آن وقت دستگیر کردن او آسان می شود. وزیر شهر به شهر گشته دوستهای پیشتره را یافته پول بسیار داده فرمود که شبانه به بازارها رفته هرچی هست طلب و تاراج کنند. دوستها که 2-3 سال باز بیکار مانده بودند، خدا داد گفته شبها به پاسبانها در افتاده، دست و پای و چشم آنها را بسته، به بازارها در آمده، دکانها را شکسته، هرچی به دستانشان افتاد گرفته می رفتند. مالهای مسافران و سوداگران را غارت می کردند. وزیر همراهشان می گشت و به آنها راه نشان می داد. هر روز چند کسی جبر دیده پیش پادشاه عرض کرده می آمدگی شدند. پادشاه عرض آنها را شنیده فرمان داد که پاسبانهای بازارها را زیاد کنند، اما این هم نتیجه نداد. دزدان کار خود را می کردند. یک روز همان وزیر سردار دزدان به پادشاه نامه فرستاد: ای پادشاه اعظم، شما بیهوده زور نزنید. دوستها را دستگیر کرده نمی توانید.
اگر پسری استان ناصری کاسگر را از مملکتتان برآورده پیش کنید، دزدی تمام و مملکتتان هم گشت آباد می شود. پادشاه این گپ‌ها را شنیده پسری استان ناصر را آورانده گفت که ای پسری استان ناصر، همه گپ در سری تو بوده است. زود از مملکت برآمده رو. اگر نروی به زندان می اندازم، پوسیده می روی. ای پادشاهی معظم، من گمان کرده بودم که با این قدر قوه و عسکر و آدمان شما زود چاره دزدان را می یابید. مادامی که علاج کار را نیافتید، اجازه دهید من یابم. اگر در مدت 10 روز دزدان را یافته دستگیر کرده به پیشتان نارم، هر چی که با من خواهید کنید. پادشاه راضی شد. پسر استان ناصر لباسهای کهنه و دریده پوشیده خود را دیوانه ساخته از پگاه تا بگاه در بازارها گشت. دزدان هر روز به بازار جایها آمده چیزهای دزدیدن باب را تگ چشم می کردند و به یک بچه جنده پوش دیوانه که آنجا می گشت اهمیت نمی دادند. پسر استان ناصر باشد به اندام دزدان ذهن مانده دید که در بینشان یک کسی با صلابتی کلان شوند نما هم هست که ریشی غوله و ابروانی قفز داشت. این مرد به دزدان سرداری میکرد. روز دیگر پسر استان ناصر کوچه به کوچه گشته از در و دیوار حوله ها نگاه کرده به کفت و کوی دزدها مشغول شد. یک روز کفت، 2 روز کفت، روز سیوم سردار دزدان را دید که به یک حوله دیوارش قفز و بلند در آمده رفت. انا جای دزدان کجا بوده است گفته، پسر استان ناصر آمده یار و آشناهای بهادرش را جمع کرده نامعلوم پیش همان حوله آورد. بهادران یک باره زده در آمدند، چیزی به نظر نرسید. پسر استان ناصر به 4 طرف ذهن مانده یک تاقچه را با انگشتش تق تق کرد. پشت تاقچه خالی بری نمود. بهادران تاقچه را کندند. از پشت دری پیدا شد. در آمده دیدند که در درون باز چند قبط خانه و تنخانه و همه جا پر از چیز و طلا و تنگ است. به چیز دست نزده تا نیم شب پنهان شده نشستند. شب از نیم گذشته بود که دروازه ها یک باره تقر تقر گشاده شده دزدان در آمدند. بهادران جسته بر آمده به دزدان در افتادند و به زمین پخش کرده دست و پایهایشان را بستند. سردار دزدان همان مردی با صلابت غولریش هم به دست افتاد. آنها را به تخانه ها پرتافته درها را بستند. 10 روز گذشته بود که پادشاه کنی پسر استان ناصر را بیاره چی؟ گویان به وزیرش فرمان داد. پسر استان ناصر را آوردند. تو با وعدت وفا نکردی، جای تو وعده خلاف زندان است گفته پادشاه به پسر استان ناصر تهدید کرد. ای پادشاهی معظم، اول پرسیش بعد کوشش گفتند. شما اول از من پرسید که دوستها به دست افتادند یا نه؟ نخواد شما و وزیران شما پای نبرده باشتان که 4-5 روز باز مملکت تینج است و دزدی بر هم خورده است گفت پسر استان ناصر. پادشاه حیران شده به وزیرانش نگاه کرد. وزیران باشند چی گفتنشان را ندانسته به زمین نگاه کرده ماندند. دزدان در فلان جا گفت پسر استان ناصر. گوید رفته بیارند. رفته دزدان را آوردند. پادشاه حکم کرد که همه‌شان را از دم تیغ گذرانند. مملکت از نو تینج و آرام شد. پسر استان ناصر کاسگر خاطر جمع شده کسب و هنر خود را کرده گشت و به مراد و مقصدش رسید. شما هم اصلکانی بی به مراد و مقصدتان رسید.
این بود افسانه زیبای جانان کوثر. شب بخیر. با شما بودم بیبی افسانه‌گویتان براحت بانو. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. شیرین برام